قل هو الله احد الله الصمد. الله بی نیاز است. چرا الله بی نیاز است؟ به خاطر او خالق است. ما چرا نیازمند هستیم؟ ما مخلوق هستیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نه از کسی تولد شده، نه کسی از او تولد شده و نه هم شریک داره. خیلی ما چرا از کسی تولد شدیم، کسی از ما تولد شده و ما شریک داریم؟ ما مخلوق هستیم. پس الله صمد است، بی نیاز است. نیاز به اولاد نداره، نیاز به شریک نداره، نیاز به مادر و پدر نداره، نیاز به کسی دیگه نداره. ما مخلوق هستیم، به همه چیز نیاز داریم. پس کسی که ما مخلوق هستیم نیاز داریم، عاجز هستیم و مخلوق هستیم. چون خالق است، نیازی نداره، ضرورتی نداره. ذات خالق وجود داره، بله ذات خالق وجود داره. پس به ذات خالق ایمان داریم، بله ایمان داریم. چه قسم است؟ ما ادب در عقیده داریم که کیفیت از رو به الله تفویض میکنیم، میگیم الله امو قسم ذاتش است که به جلال و عظمت خودش شایسته هست و ما مخلوق هستیم، او مربوط غیب است، ما غیب نمیفهمیم. از این خاطر یکی از چالهای شیطانی است که آدمایی که از دین بیخبر هستند، شیطان در یک شکل از اشکال میاد و این تحت محاصره خود کنه. یک جایی من رفتم که یک خانم است، پیش سفید، بی سواد، خب بسیار سرازی پریش اشتن، اتو تاویز میته و اتو چی میته. من گفتم پری خانهش خراب، چرا سر من نمیشینه؟ ها؟ چرا یک سر جوانی که خوب عقیده داره سر از اون نمیشینه؟ میره سر یک زن بی سواد که هیچ قرآن نمیفهمه، لفظ قرآن هم نمیفهمه، سر از اون میشه. به خاطر از اینکه چی میکنه؟ او پری و شیطان و جن که هست میخواه از این بی سواد احمق وسیله برای کفر بسازه. پس این زن هر کس که چی میکنه؟ خطک میزنه. یه چیز برای جور میشه. چی هست؟ بین از این طریق سری کسا هست که زنهایی که سرشان جن شیشته و پری شیشته احتیاط کنیم.